مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که صبح 3 آگوست تخمینا ساعت 6:30 راننده автомашین تمغه اوپل استرا حاجی خان شیدالله سال تولدش 1998 ساکن شهر کولوب با همراهی برادرش اسلاموف حکیم خوجه سال تولدش 1988 هنگام حرکت از سمت نویه همدانی به سمت شهر کولوب در حدود جماعت دیهات عوضوف نویه واسه از عهده اداره کردن واسطه نقلیات نبرآمده به درخت برخورده است. در نتیجه برادر راننده اسلاموف حکیم خوجه جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تحقیق این حادثه ادامه دارد. وزارت کارهای داخله قبلا خبر داده بود که در پایان هفته گذشته در 5 صدمه نقلیاتی در راههای تاجیکستان دست کم 6 نفر از جمله یک طفل 2 ساله و یک کودک 9 ساله به هلاکت رسیده، چند تن دیگر مجروح شدند. همین طور یک زن دیگر روز 2 آگوست در یک صدمه در کنار شهر ترسونزاده جان باخت. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 40 نفر جان باخته، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.